گزارش تازه از وضعیت افغانستان در سازمان ملل. ریچارد بنت میگوید که طالبان با کشتار اسیران جنگی قوانین بین المللی و حقوق بشری را نقض کردند. ادامه انتقال شهروندان افغانستان به کانادا. 2 پرواز چارتر با پناهجویان افغان به کانادا رسید. خواست سازمان ملل بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه. یونما گفت که دختران بالاتر از صنف ششم باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. و وزارت خارجه روسیه میگوید که در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی با حدود 10,000 نیرو حضور دارند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش یافته‌هایش از افغانستان را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرد. ریچارد بنت روز چهارشنبه 4 اکرب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان با کشتار اسیران جنگی قوانین بین المللی و حقوق بشری را نقض کردند. آقای بنت گفت در دیداری که از مناطق جنگی مثل پنجشیر داشته و گزارش‌های معتبری که برایش رسیده است، طالبان غیر نظامیان را به شدت سرکوب کرده و آنان را مورد ظلم قرار دادند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین زمان از وضعیت اقلیت‌های قومی از جمله هزاره‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها و صوفی‌های افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت در بخش از گزارشش از دیدار با ازبک‌ها و ترکمن‌های افغانستان نیز سخن گفته و تاکید کرده که آنان از به حاشیه رفتن قومشان در تسلط طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کردند. بنت با اشاره به حمله تروریستی اخیر بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که 54 کشته و 114 زخمی بر جا گذاشت، گفته که عادی‌سازی چنین حملات تأسف‌بار است. گفتنی است که طالبان در چندین مورد ده‌ها اسیر جبهه مقاومت ملی را در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان تیرباران و در برخی موارد سر بریدند. 2 پرواز چارتر با پناهجویان افغانستانی به کانادا رسید. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرده است که 2 پرواز چارتر اتباع افغانستان را به تورنتو و ادمونتون انتقال دادند. او درباره شمار مسافران و مبدا این پروازها چیزی نگفته است، اما افزوده است که کانادا اکنون پذیرای بیش از 23500 پناهجوی افغان است. شان فریزر در توییت نوشته است: ما به کار سخت خود برای اسکان مجدد حداقل 40000 نفر تا پایان سال 2023 ادامه خواهیم داد. رضا اوتونبایو رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف 6 تاکید کرد. او گفته است دختران بالاتر از صنف 6 باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز گذشته چهارشنبه 4 اکرب در سفر به ولایت کاپیسا با شمار از مسئولان محلی طالبان و عالمان دین دیدار کرده است. خانم اوتونبایو در حاشیه این سفر از یک مکتب دخترانه دیدن کرده و خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران از سوی طالبان شده است. این اظهارات رئیس یونما در افغانستان در حال است که بیشتر از 400 روز از بسته ماندن درب مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان در کشور می‌گذرد. معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی با حدود 10,000 نیرو حضور دارند. آلکس رومولوتوف به خبرگزاری ریانو سیتی روسیه گفته که وضعیت فاجعه بار اجتماعی اقتصادی افغانستان زمینه برای رادیکال سازی و جذب تروریست‌ها شده است. او گفت که روسیه بسیار جدی و با دقت وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و هجوم تروریست‌ها به افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته این دیپلمات روس، حمایت مالی تروریست‌ها در افغانستان از خارج انجام می‌شود. آلکس مولوتوف از هیچ کشور نام نگرفت. با این حال او امریکا را متهم کرد که این کشور همراه با متحدانش به بازی‌های ژئوپلیتیکی خود ادامه می‌دهند و در بی‌ثباتی اوضاع در خود افغانستان و در مناطق مرزی نقش دارند. رئیس جمهور روسیه نیز پیشتر امریکا، بریتانیا و غرب را متهم به حمایت از مخالفان طالبان در مرزهای افغانستان کرده بود. ولادیمیر پوتین همچنین روز چهارشنبه 4 اکرب در نشست مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت که تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خطر بالقوه برای منطقه است. معاون وزارت خارجه روسیه با انتقاد از آمریکا و ناتو افزود که تسلیحات و مهمات باقی مانده از نیروهای نظامی ناتو در افغانستان هم در اختیار تروریست‌ها قرار گرفته است. این مقام مسئول در دستگاه دیپلماسی روسیه درباره ارتباط با طالبان هم گفت که با در نظر داشت اینکه افغانستان منبع بالقوه فعالیت‌های تروریستی است، با طالبان در تماس خواهند بود. آلکس مولوتوف در عین حال تاکید کرد که طالبان هم باید به تعهدات خود در تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تضمین حقوق بشر عمل کند.